خیلی آسون و راحت. نرگسی اسفناج خورد کردم، پیاز داغ کردم، یه ذره تفتش دادم، بعد یک کمی سیر قاطیش میکنم، نمک و زردچوبه. وقتی اسفناجتون خوب جا افتاد و کمی سرخ شد 2 تا تخم مرغ بزنید روش. خیلی غذای خوبیه. حالا سیرم رو قاطی میکنم. این سیر سرخ شدنه. همش بزنیم تا اسفناجمون کمی سرخ بشه. اسمش نرگسی. غذای خیلی راحت، خوشمزه، با میل همه هم باید باشه. برای شام خیلی خوبه. پیشنهاد میکنم بخورید. خب اینم از نرگسی ما که تخم مرغ زدم روش، خودشو بگیره. هم با نونه هم با برنج میتونید میل کنید. نوش جان.